متاسفانه اون اتحاد، اون سرجمعی مخالفان تاجیک که در اروپا موجود بود امروز ننگ بر آن است که نتوانستند در فرانسه ای که مخالفان خیلی زیادن یک استقبال گرمی امالی رحمانوف را انجام بدهند، یک تظاهرات در مقابل این بکنند که اونجا میتوانست باعث ناراحتی امالی رحمانوف شود و همونطوری که از کشور آلمان به ناراحتی خیلی و غضبین سنگین برگشت، در ایتالیا هم همچنین، در مسکو هم در نزد کرمل، در پراگ نیز شویتزار این کارها به میان آمد. باید چون این کارها انجام داده میشد که حالت سخت به میان می اومد. سهراب ظفر راهبر حرکت سیاسی گروه 24 که عین حال در زندان است، با برنامه‌های جالب خود و پرنفوذ خود ده ها بار رحمانوف را چکار میکرد، در همین سفرهای خارجیش غافلگیر میکرد. ما مسکو را فراموش نکردیم که در میدان سرخ برادر ما رحمت جان محمد جان و شهاب‌الدین بدلوف و یکی از دیگر برادران نیکولا اسمش در اینجا نبریم ملاقات کردند اموالی رحمانوف را و استعفایش را طلب کردند. و علاوه بر این ما فراموش نمی کنیم که در پراگ سال 2016 بود اگر یا 17 بود، برادر ما نورالدین رضایی، احسان آدینیف و سه برادر دیگر که در اونجا رفته بودند استقبال و رحمانوف را در روبروش دیکتاتور اعلان کردند و پیشوازش گرفتند که این بدترین روزی اموالی رحمانوف بود. فرانسه اینچنین در آلمان که ماشین اموالی رحمانوف به تخم زده شد و چندین تخم ها به او در ماشینش زدند و اینچنین برادر عباس یک از مبارزان حرکت سیاسی گروه 24 در بالای ماشین اموالی رحمانوف خودش را پرتافت که واقعا همین ناراحت کننده نسبت همین خود اموالی رحمانوف بود. وقتی که با سران کشورهای آسیای مرکزی با هم دیدار کردند، ماشین اموالی رحمانوف با مهر تخم در روی شیشهش دیده میشد و خود چهره اموالی رحمانوف پریدگی سرخ و وقتی برگشت در تمام جهان شأن و شرف و آبرو ریختن اموالی رحمانوف صحبت میکرد. ولی امروز ما میبینیم که پراکندگی، بدگویی یکدیگر، ناامیدی در چهره و در چه مبارزان باعث گشته است که امروز هر کس دنبال کار زندگی خود است و هیچ کس پروای آزادی و آزاد کردن تاجیکستان را ندارد. همه از پشت روزگار خویش شده است. فقط باید در یک خانه بشینند نسبت یک نفر دیگر غیبت کنند و یا اینکه برند در یک رسانه دیگر نسبت یک انسان دیگر بد بگویند و برای اتحاد، سرجمعی و از بین بردن بغض و کینه و عداوت تلاش نکنند. این باعث گشت که دیدید که امروز اموالی رحمانوف آمد در فرانسه آزاد میگردد، حتی فردا بتواند آلمان برود، ایتالیا و ده ها کشور دیگر در اروپا بگردد و من مطمئن هستم که یک نفر آماده خیستن به اونجا رفتن نیست. مشخص معین است. پس نیاز به اندیشیدن، نیاز به فکر کردن، نیاز به اونی است که مخالفان امروز بشینن فکر کنند که امروز من با چاپلوسی کردن از یک نفر دیگر در سامانه‌های مجازی به آبرو و شأن و شرف همین راه ضربه میزنم و نمیگذارم که ما بتوانیم بریم چیکار کنیم در تاجیکستان انقلاب کنیم. باید ما برای اتحاد و سرجمعی و دوست و مهر و محبت یکدیگر تلاش بکنیم. یک نفر دیروز خوب بود امروز بد شد، یک نفر دیروز با سواد بود امروز بی سواد بود، بی سواد شد، یک نفر دیروز مبارز بود امروز خائن شد، یک نفر دیروز نمیفهمم نفر اصلی بود امروز نفر نمیفهمم فلان و بیسمدان است. بس است دیگر از یک دیگر پراکندگی را به میان آوردن. برای همین باید ما بر بخیزیم و تلاش و کوشش ما بکنیم برای آبادی و آزادی تاجیکستان مبارزه ببریم و اتحاد و سرجمعی را به میان بیاریم و ببینیم که این پراکندگی ما باعث میگردد که رحمانوف در فرانسه آزادانه میگردد و استقبالش میکنن و ما و شما اینجا میشینیم و دیگر هیچ عمل اجرا نخواهیم کرد. همین گونه میتواند ده ها سفر دیگر انجام بدهد و اگر همین روندی که ما این حال داریم همین روند باشد هیچ مفادی نخواهد داشت و هیچ مفادی را نمیارد. وقتی که سال 2015 ما به اروپا سفر کردیم و در اینجا سرجمعی و اتحادی مخالفان موجود بود، تاثیرش مشخص معین بود. یک نفر در تاجیکستان مریض میشد، بیمار میشد، میخواستن بیرونش بیارن، با یک صدای عمومی میتونستن از تاجیکستان او را بیرون برارن.
چون نیروی اتحاد سرجمعی مخالفان موجود بود. ولی با 4 تا چاپلوس که خود را مستقل شماریدن و در بین مخالفات جنگ انداختن، باعث گشت که این درویگی، این دو جبهگی به میان بیاید و این کینه و بغض و عداوت به میان بیاید بین مخالفات. امروز روزی است که ما بیایم سرجم شیم، اتحاد شیم، برگردیم به وطن خود و وطن خود را آزاد آباد بکنیم. هر کسی به اندازه خود باید مبارزه ببرد، برای اتحاد سرجمعی تلاش بکند. ما باید به 4 تا اشخاصی که در راه مبارزه بغض و عداوت و تحقیر و دشنام میکنن و مخالف و مبارز را بد میگویم، به اینا راه ندیم در بین مبارزه. یک بدبخت برآمد گفت که سهراب ظفر نفر امنیت است، بوزی حکومت است، فلان بسمدان است، برنامه حکومتی است. بعضی از اشخاص برای او منبر دادن، بعضی از اشخاص برای او پل روان کردن، بعضی از اشخاص دیگر برای او چیکار کردن؟ تمامی داو دیسکر براش دادن که بیاد در تمام جاها برآمد کند و باز خودش را مبارز معرفی کند. فکر کرده که فردا در مقابل شما نمیشود؟ 2 تا بوز دیگر به نام جمشید و او دیگه غیورزاده نمیفهمم برآمدن، در 1000 جا 1000 مخالف شأن و شرف و آبروش برآمدن. یک روز در بری این مخالف بودن، فردا رفتن در آغوش دیگر مخالف چون پرداختن، فردا دیگر رفتن در آغوش دیگر مخالف و همین گونه آبرو و شأن شرف مبارزه را رساندن. و هر کس فکر کرد که بله برای این من نقشه بکشم، برود یک مبارز دیگر را بعد بگوید من پیروز شدم. ولی دیدید که عاقبت همین جسارت پیدا کردنی تعدادی که فهمیدن که چگونه مخالف را می شود بازی داد و بازی کردن با ما. و اگر همون روزی که همون بدبختی که نسبت برادر ما سهراب ظفر بد گفت، تهمت زد، اتهام وارد کرد، اگر در یگان جا برایش جا نمیدادن، برایش در پخش مستقیم جا نمیدادن، برایش پول نمیدادن، برایش هیچ چیز نمیدادن، میگفتن که نه تو باید برای این کارات اول دلیل بیاری که یک راهبر حزبی حرکت مخالف را تو تهمت اتهام وارد کردی، تو این دلیل را پیشنهاد نکنی برای تو در هیچ جای جا نیست. و اگر برایش جان نمیدادن مطمئن باشید که او بخشش میپرسید و این کار را دیگر هیچ کس جسارت نمیکرد. ولی برعکس شد. و اگر به همین غیورزاده کثیف جمشید و کثیف و این امینا اگر منبر نمیدادن، برنامه نمیدادن، جا نمیدادن، بخش مستقیم راه نمیدادن، کار به اینجا نمیزد. یک بار در جایشون میشنوندن، کار به اینجا نمیزد. این 2 نفر چیکار کرده میتونستن؟ یک روز میبینیم ایرا تعریف توصیف میکنن، یک روز دیگر میبینیم فلان فلان تعریف، یک روز دیگر میبینیم فلان فلانه، باز میبینیم که چند نفر دیگر در روسیه و در فلان جای فریب و غوغا وارد کردن و نسبت چند نفر دیگر عریضه نوشتن در کشور آلمان. و اگر به همینا منبر دادن نمیشد، جا دادن نمیشد، کار به اینجا نمیرسید. من بیام بیننده شما 10 مراتب از این برنامه بیرونش کردن، باز یک تعدادها میان خاطر میبینن بیارش. چرا؟ چون به نفع یک خاطرها کار میکند. یا پیوستش کو، چون این آدمی من است، فلانی را بد میگه، فلانی دشمنی من است، فلانی را باید از امروز ما معین بسازیم که در این راه صداقتی که موجود است و با کی پیش رفت. و این گونه اشخاصی که زبان درازی میکنن باید سر زبانشان عین حال گرفته شود. مطمئن باش که همین روز نسبت سهراب ظفر همین انسان، همین بدبخت اتهام وارد کرد، بد گفت، فردا از پشت تو همین گونه اتهام وارد میکند، بعد میگوید در صورت مفاد نرسیدن. یک مفاد، یک فایده اگر نرسد، فردا در مقابل تو میخیزد. برای همین هم دیاران و هموطنان عزیز، ما باید برای آبرو و شأن شرف مبارزان مبارزه ببریم و کوشش تلاش کنیم که هیچ وقت اجازه ندیم که در صفوف مبارزان، در صف مبارزان اشخاصی مثل خاص خاشاک جای کرده شود. هر کسی که در همینجا میآید حقارت میکند، جنگ اندازی میکند، باید بیرونش کنیم. جاش ندیم. یک مبارز بد میگوید، جاش ندیم، بیرونش کنیم. من هیچ وقت در برنامه‌ام اجازه نمیدم که بیان نسبت یک مخالف دیگر حرفی بد بگویند، بیرونش میکنم. و همین گونه را باید از طرف دیگر باشد، از همه طرفا باید باشد.